که اگر آستینتان با شوروی دکه خورد دستتان ببرین خلاص. آستین خب پرتین اون طرف. صاحب نشستم سر میز کتش انجام داد، قولم کتش داد، نان چاشتم کتش خورد، نان شبم کتش خورد. اونجام کتش شیشت، در پاکستانم کتش شیشت. در اول یک دفعه آوازه انداختن صاحب که پیروزی سیاسی ما به دست آوردیم. شوروی ها که ما را به رسمیت نمیشناختن این شناختن شیشتن کتم. چند روز بعد باز آوازشان بلند شد که نه، این شیشتن های شوروی نفاق را در بین ما آورد. باز چند روز بعد نصفش گفتن که نه ما ادامه میتیم مذاکرات، نصف دیگهش گفت که مذاکرات ادامه نمیتیم. من نمیفهم که کدامش درست است. که مسلمان نشستن خود فکر میکنم در قدم اول درست است، در مکه معظمه نشستن قدم اول درست است. اینو چرا رد میکنن؟ و باز با شوروی ها میشینن. چی میخواین شوروی ها؟ پیش سفیدان معظم ما، معزز ما، گرامی ما، قابل حرمت بی پایان ما، برای ما بگوین چی میخواین شوروی ها؟ میگه نجیب را پس کو از سر ایچی کرسی برای ما به اقتداره. از دست شوروی ها قدرت میخواین. آخر کل مذاکرات سر زمین گپ میشه. و برای تا دیروز ما را میگفتی که تحت حمایه شوروی، تحت حمایه شوروی. ما خود شوروی را رخصت کردیم، ولی تو از دست شوروی پس برای خود اقتدار میخوایی؟ کجاش به اسلام میمونه بگوین بریم؟ کجاش به اسلام میمونه بگوین بریم؟ مانان پشت و پوی کهکشانیان به خون ما گل و ستاره سرزنان